إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد خداوند منان را شاکر سپاسگزاریم که الحمدلله در این محفل نورانی نشستیم. الحمدلله قاری جان غزلای خوانکی با الحمدلله دلمان و ایمانمون با مضاعف شد و اینقدر مهر و محبت اسلام و الله و رسول و سنت های رسول الله با در قلب جا گرفت. دعا میکنیم خداوند کریم پروردگار این محفل نورانی ده که چند کلمه‌ای که استادا گفتن از قال الله و قال رسول گفتیم و شنیدیم بر ما و شما توفیق عمل و کمال استفاده نصیب فرماید و بانی همین مجلس و محفل خداوند کریم پروردگار که زحمت کشیدن و بهترین محفل بهترین شب نشینی همون محفل و شب نشینیه که در اونجا از کلام خدا از یاد خدا گفته شود و انسان ها به یاد خدا و به یاد آخرت بیفتن. دعا میکنیم خداوند کریم پروردگار هر چی مراد و مقصدی دارن به مقصدشون برسن. خداوند کریم پروردگار فرزندی صالح و سالم نصیب کنه. خدای تعالی فرزندای بتکی سایبانی سر و دستگیر نور چشم پدر و مادرش بگردانند. و در این ماه شعبان قرار گرفته ایم که ماه شعبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم بارک لنا فی شعبان و بلیغنا رمضان. خداوند کریم این ماه شعبان بر ما برکت بده و ما را به ماه رمضان برسان. خداوند از مغفرت و کرم و برکت و رزق روزی ماه شریف رمضان ما و شما را همه جماعت همه خاندان و خانواده عزیزمان و تمام مومن و مسلمان و پروردگار بی نصیب نگرداند. اولا دعا کنیم تینجی امانی در سراسر دنیا و خصوصا تاجیکستان عزیز ما خدای تعالی عاقبت زمستان را به خیر بگرداند و پروردگار در صف جهان در دین اسلام استقامت نصیب ما بگرداند. رمضان براریم به تینجی و امانی به عید فطر برسیم. کسانی که برادرای سفر دارند در این رمضان حج میروند خدا حجشان مقبول و مبرور بگرداند و تمام فضیلت حج نصیبشون کنند. ساق سلامت بیان. عزیزان من میخواهم چند سخنی در باره که الله سبحانه و تعالی فرمودن که بهترین تجارت در همین دنیا تجارتی هست که الله سبحانه و تعالی نامش در قرآن عظیم شان میاره. در سوره فاطر آیت 29 ده میاره که سه تجارتی که هیچ وقت کساد نمیشه زلال نمیبینی. همه وقت الحمدلله رشد میکنی، عزت میوی، برکت میوی، سعادتمند میشه، نیکبخت میشه اگر این سه تجارت انسان در زندگیش عمل کنه و این سنت ها را زنده کنه عامل به همین آیت کلام الله شود. خداوند تبارک و تعالی او را عزت و آبرو میده، هیچ وقت این تجارت زلال نداره. الله سبحانه و تعالی میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى میفرماید إن الذين کسانی که یتلون کتاب الله یعنی قرآن عظیم را تلاوت میکنند استمرار بر دوام صبح و شام تلاوت قرآن میکنند. دوم میگه که نماز برپا می‌دارند. سوم و آنچه که ما آنها را رزق داده ایم از همون رزق در راه خدا زکات و خیر احسان میکنند. در راه خدا به یتیم و مسکین و بیچاره فقیر مستمندان ضعیفان دستگیری میکنند، زکات میتن، خیر میکنند. انشاءالله این تجارت هیچ وقت زلال نمیبینند، کساد نمیشه. حسن بصری رحمه الله میفرماید که ثلاثه تجارتی لا تعرف خساره او کما قال سه تجارتی که در او هیچ زیان خسارت نیست. یکم میگه قرائت القرآن، اقام الصلاة، الصدقه فی السر و علانیه او کما قال. یعنی یکم قرآن تلاوت کردن، دوم نماز برپا کردن، سوم صدقه کردن. هر کسی اگر این تجارت را محکم بگیره انشاءالله خداوند تبارک و تعالی را عزت و آبرو میده.
اصل قرآن عظیم شان را سرلوحه زندگی خودش قرار بده، با قرآن عمل کنه. قرآن چقدر او را عزت و آبرو میده. حتی در حدیثهای ثابته که هر کسی که اگر قرآن شب و روز تلاوت کنه، خصوصا سوره تبارک یاسین بخوره، فضیلت و برکتاش که الله سبحانه و تعالی در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و فرموده که در مورد سوره ملک هر کسی که اگر شب تلاوت کنه، ان شاء الله وقتی که انسان در قبر میموندن، نگهبان دوزخ میومدن که بگن میخوان ببرنش دوزخ، سوره ملک یعنی سوره تبارک نمیگذاشته که برای که شاعر در مورد یمی حدیث میگه فرمود پیغمبر ای مسلمان، هر کس که عمل کند به قرآن، قرآن همه جا مقابل اوست، گلزار بهش منزل اوست، اما به جهنم است جایش هر کس که نکرده اعتنایش. هر کس که زندگی صلاح زندگی خودش قرار بده عمل کنه به قرآن، قرآن هر چی گفت به او عامل باشه و استمرار چقدر گفتیم هر روز تلاوت قرآن کنه، خداوند عزتش میده، برکتش میده. و دویم فرمود واقعا مصلات، نماز بخونیم، نماز سستی نکنیم، کاهلی نکنیم. نماز کسی محکم بگیره، کسی نماز انشاءالله در مورد نماز الله سبحانه و تعالی کسانی که نماز مداومت کردن، نماز محکم گرفتن، 5 وقت نماز در وقتش در چی خواندن، الله سبحانه و تعالی او در سوره مومنون میگه که ما آنها را ارث میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. صدق الله العظیم. این 5 وقت نمازی که در سردی و گرمی خونه که ما میخونیم یک اجر بزرگی داره. الله سبحانه و تعالی کسی که مداومت میکنه، مواظبت میکنه، محافظت نمازش در وقتش میخونه، میگه آنها را من ارث میدم. ارث یعنی از من میراث میبرن. چی میبرن؟ جنت الفردوس. فردوس با روایت ها میکنه. نماز بگیرید. نماز کسی گرفت انشاءالله چقدر برکت داره. الله سبحانه و تعالی برای نماز در جای دیگه میگه استعینوا بالصبر بالصلاه، شما با نماز کمک بخواید. مریضی، مشکل داری، وضع مالی تنگه، بسیار خواهرها زنگ میزنن، بسیار برادرها زنگ میزنن، قضیه زنم خوب نیست، زندگیم خوب نیست، وضع مالیم خوب نیست، مریضم، مشکلات دارم، برکت ندارم. وقتی سوال شما میگیم که نماز میخونید، نه نماز نمیخونید، میگه نماز کی نخوندی سرگردانی. الله سبحانه و تعالی میگه شما کمک بخونید، استعانه یعنی یاردم خواستن به نماز. یک نم دو یک نستعین، اول عبادت کنید بعد کمک بخونید. ان شاء الله نماز محکم بگیرید، نماز عزت میده. صبح صادق بر وقت بخیز نماز برید ان شاء الله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه من صلى صلاه الفجر فهو في ذمه الله. هر کس نماز فجر خوان تا شام تا خفتن در ذمه الله. برای ان شاء الله پیش خونه هیچ کنی خونه خدا برای میگه الله مشکل دارم. میگه ای دل با دل را یک دل کن، غیر ما هر چی است آن را یلک کن. یک سو با اخلاص بیا به در ما، اگر حاجتت برآورده نشید آن وقت گله کن. یک سو بخیز بیا خواب میرم تا لینگ روزا تا ساعت 11 خواب میرم، بعد میخیزم میگه که کار نیست و کارم برو نیست. سر بر وقت بخیر ان شاء الله برم مسجد، برای دعا که بگوی پروردگارم و خانه خودت آمدم. ان شاء الله الله سبحانه و تعالی هر وقتی که انسان در قامت میستوده، برای نماز میستوده، خداوند رزقش میدوده یک جایی که نمیدونسته او روز از کجا می اومده برای او. اگر انسان همین قامت نمی اومده میستوده الله اکبر میگفته، خداوند رزق او را میدوده. چقدر نماز برای برکت داره. سیون فرمود که و انفق مما رزقناهم، یعنی آن چیزی که به شما رزق دادیم اون را انفاق کنید، خیر صدقه کنید، سرا و علانیتا، یعنی روشاد و پناهی بدید. بعضیا میگن که مولوی صاحب بابای حاجی سوال میتن که همین صدقه را پنهانیش خوبه ای روشاد ده، هم پنهانیش هم خوبه هم روشادش، هر دوش جایزه. الله سبحانه و تعالی در همین سوره از تلاوت کردم در منظر شما، سوره فاطر آیه 29 میگه که هم سیرن به طریق مخفیانه پنهانی بده، هم علنی یعنی روشاد بده، مشکلی نیست. هیچ همین ریا نباشه، خودنمایی نباشه، مشکل نیست. هر خیلی هر مشه ان شاء الله قبول میکنن. امروز اینا ماشاءالله در ماه شعبان قرار گرفتیم، بسیار سوال میتونن که زکات چیکار کنیم. در ما همین رواج چیزه خارجون که فقط در دهه رمضان زکات بیرون میکنن. اون روز خوندم ابن قیم رحمه الله میگه که بزرگای ما و شما در دوره صحابه کرام تا همین بزرگای ابو حنیفه اومدن امام را
میگه در ماه شعبان زکاتشون بیرون میکردن، برای مردم میدادن که رمضانشون بگیرن. وقتی باید مستمندان یتیم و مسکین و بیچاره فقیرا و مستحقایی که زکات برای مستحق پیشکی دادن در کره در همین رمضان گوشت بخره، تخم بخره، یک چیزی غذاناک بخره که رمضان شب بگیره. ما خلاف یک روایت ها میکنیم آخری رمضان میاد 10 روز بعضی را میگه که خیلی زکات شد بیرون که زکات همین مردمی که میپرسن از زکاتشون زکاتون بتین ان شاء الله میگه اولی اکل زکات ما آخری را تقسیم میکنیم اولی زکات نه زکات همین اول برور که بگو برادر این رمضان تا بگی مشکل دارن یخل در این ماه شعبان چند قدر خیر احسان و تلاوت قرآن و سایر عملهای نیک نماز و ذکر اذکار اگر انسان بکنه خداوند تبارک و تعالی چقدر اون برکت داره. این ماه شعبان خدا برکت داده. در این ماه غنیمت دونه رسول اکرم در حدیث ثابته که اکثر روزها را روزه میگرفت در این ماه شعبان. اینقدر بود در روایت میگه کامل میگرفت یا 20 روز 30 روز 15 روز روزه میگرفت. روزه بگیرین شب زنده داری کنین الله سبحانه و تعالی چقدر این عملای نیک در روز چندین برابرها قبول میکنه. این آمد ماه شریف رمضان در این ماه ایرا بسیار احترام شد بودین. الحمدلله خدا برکت بده صاحبان این منزل صاحبان خیر کنیم. ما در این ماه مشتیم یادی خدا افتادیم ان شاء الله هم اجر کنیم الله اجرش پیش خدا. سیم گفت که الصدقه فی السر و علانیه، صدقه در چیز پنهانی. در جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحیح مسلم در حدیث میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلاه نور و صدقه برهان و صبر ضیاء و القرآن حجت لك و علیک او کما قال. صدقه نماز میگه یک نوره، نماز خوندی زندگی نورانی میشه. و صدقه برهان، صدقه حجت دلیله. و صبر ضیاء، صبر میگه یک روشنیه. و القرآن حجت لك و علیک، قرآن هم حجت برای تو هم بر علیت. سرلوحه زندگی موندی با قرآن عمل کردی، قرآن انشاءالله در جای دیگه میگه که قرآن قوم کسی که چنگ بزنه سرلوحه زندگیش قرار میده او قوم بالا میبره، کسی که قرآن پشت سرش قرار میده او را پایین میاره. قرآن تلاوت کنیم، با قرآن عمل کنیم. در جای دیگه حسن بصری رحمه الله فرمودن که فإن الصلاة قوة القلوب کما ان الغذاء قوة الجسد. همین نماز قوت قلب است. وقتی نماز میخونی قلبش شارژ میگیره، انرژی میگیره، با قوت میشه. میگه کما ان الغذاء قوة الجسد، مانندی که همین غذا میخوری، اوقات میخوریم، با قول معروف طعام خوراک میخوریم، چقدر بدن قوت میگیره، همین نماز برای قلب. اگر کم بخوری و سست بخوری ضعیف میشه آدم. درسته رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که کم خوری خوبه و بسیار خوری اکثر امراض‌ها و مریضات پرخوری میشه. نه، اگر کم خوردی که ضعیف میشه آدم، بسیار کمی بدن بخوری. همین اگر نماز هم نخونی قلب انسان سست میشه. ولی بعضی قلب میگه که یکی زدیو که میگه جقی نماز که کم میخونیم، نماز سجده کم داریم، نماز در وقتش نمیخونیم، سستی و کالی میگیریم، قلبم ضعیف میشه. نماز رو محکم بگیریم. این سه تجارتی هسته که الله سبحانه و تعالی این تجارت رو هیچ وقت زلال نگفته. ایو را صلاحی زندگی قرار بدین، ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی چه عزتی میده. حسن بصری رحمه الله میگه که اگر بخواهی که جنت اراده جنت داری، نماز میگه لازم و ملزوم بگی، یعنی محکم بگی. اگر میخواهی که بای شای غنی شای، میگه استغفرالله را زیاد بگی. اراده داری که غنی شای، میگه بسیار استغفرالله بگو. میگه اگر میخواهی که سعادتمند شای، نیکبخت شای، یکی دو مردم داریم، یکی مردمی شقاوتمند، یکی سعادتمند. شقی هم آدمی بدبخت، یکی سعادتمند آدمی نیک. میفرد آدمی با غرور با عزت شای، میگه چرا؟ میگه قرآن زیاد تلاوت قرآن بگی، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی نیکبخت میکنه. اگر بخوای مصیبت و بلا و فتنه و مشکلات دور شود، مصیبت ها از تو دور شود، از صدقه فی السر و علانیه، صدقه را در پنهانی بگین. اراده چی را داری بلا و مصیبت را دور کنی، صدقه را زیاد کنی. الله سبحانه و تعالی این چیزها را در نام رسول خدا باشم که شاهد در مورد چه گفت محمد گر نمی بودی این قدر علم از کجا میشد؟ با الفاظ و با معنی قرآن این قدر کی آشنا میشه؟ در نامش بمرو رسول خدا صلی الله علیه و سلم که
وقتی که تفسیر میخونی، وقتی قول حدیثی را در ربط آیات میخونی، انسان قلبش چقدر نورانی میشه، چقدر میگه در نور رسول خدا که تو ما را برای راست هدایت کردی. خداوند کریم پروردگار از شفاعتش ما و شما را خانواده عزیزمون بی‌نصیب نگردونه. خدای تعالی پروردگار هر مراد است مقصود است خدای تعالی از جانب وی برآورده بگردونه. ما را هیچ سه تجارت پایبند کنه، خودمون و فرزندامون و اهل بیتمون و برادرای مومنی که سرگردانن، مشکل دارن، خواهرایی که زنگ میزنن گریه میکنن که مشکلات داریم، احترام نمیکنن از شوهرمون. این سه تجارت خواهر جان برادر، این سه تجارت محکم بگیرین، سرلوحه زندگی خطاب قرار بتین، در همین دعا کنین خدا استقامت بده، ان شاء الله نیکبخت میشین. دعا کنین خداوند کریم پروردگار ما و شما را، تمام مومنان را خدای تعالی مریض باشن مریضاشون شفا بده، خصوصا مسافر و غریبان و مهاجران را خدای تعالی پروردگار در دین اسلام استقامت نصیب گرداند، صحت سلامت بر وطن و چهره پدر و مادر و خویش تبارشان نصیبشون بگرداند. بازم برادرها زنگ زدن که در حجیم دعا کنید در ما خدای تعالی حجشون مقبول و مبرور بگرداند. الله